هدیه یزدان بهشت ما وطن وطن، شه کتاب سرنوشت ما وطن وطن. نمیدونم ولی با دیدن این منظره های زیبای دیار یک و یک باره این شعر و سرود پیش نظر آمد. وطن ما بهشت روی زمین است. کس با دیدن این منظره های نوتکرار با فرح و شادی می آید. طبیعت زیبا با فصل پاییز در این دشت و دمن حکمرانی دارد. این باغ سیرحاصل که سراسر از میوه پر است، ثمره مهنت و زحمت شبانه روزی و برکت روزگار یک مرد صاحب هنر، زحمتکش و خیرتمند است که این بیابان را به دستان خود گلستان نموده و به فرزندان نیز ادامه دادن این پیراه را تلقین می کند. در جماعت دهات الموسی شهر حصار در دهه نوروز، مرد باغبان پرهنر یوسف مرادعلی با فرزندان یک قطعه زمین را باغ انگورزار نمودند. تماشای این باغ به کس فرح می بخشد. هر سرخوشه انگور این باغ از آن شهادت می دهد که باغبان نه تنها مهنت و زحمت، این چنین عمر خود را صرف این مکان نموده است. ما سراول سرآشپز بودم. اومدم همینجا که راهبر همین ساخوز حاجی نعیم رحیموف گفت که همین مردم قشلاق میگم باغ کنه، باغ نو با قرارهای جناب عالی. و ما گفتم جناب عالی که سخن کرده باشه برای این باغ نو، باغ من میکنم. با همجا 7 هکتار زمین من همسو میتوکو، همین 7 هکتار سالارکا پا همش خریده جفت کرده مولا کرده مونده. و درست غیرتم نرسید که همه باغ کنم. ما مردمی همه قشلاق تقسیم کرده دادم، 2 هکتارش خودم باغ کردم. لیکن هزار مرد شکر خدا 2 هکتار باغ من 5 هکتار باغ ویا والو بلندتره. در حاصل نوکی؟ در حاصل نوکی هم در کورم. در درون قطوروی انگوری من یگم نمود علف نیست. هر سال من حاضر حاصل میگیرم، حاصل گم بشود همین ماهی سپتامبر یک بار تراکتور خود شدگورش میکنم. همین انگورم سال 2005 ما با تراکتور جوف کرده مولا کرده خلمچش و نهول همین توکا آنای قشلاقی اسکیچ او ساخوزی باغ پروریه همونجا خریده آوردن شینوندیم و اکی باید که در گرد اطراف حاصلی و درخت بیگانه نباشد. توگ میگه که ما نه سویا در کار نه هم سویا. لیکن این غلط است که در گرد باغ گیر به گرد درخت باشد. از بلندی کس به این میدان بیکنار نگریسته به مرد باغبان صدها رحمت و آفرین خواهد گفت که کس با آبیله دست زحمت گران کشیده است. زیر هر تاک هزاران بار خم و راز شده باغ بنیاد نمودن کاری سهل و آسان نیست، ولی ثمر مهنت شادی بی اندازه دارد و مرد باغبان را صاحب احترام می‌گرداند. امروز در این باغ مردم گیدر و اطراف این جماعت مهنت میکنند. هر روز از 60 تا 70 نفر زنان و بانوان در این باغ کار و زندگی دارند. ای طرفی باغ ما در خیلی یاردن بسیار رحمت به همین اپی سلامت که ما را جمع میکنم و زنانه میبیارم مزدی مهنت میتیه مثال نگاه بین میکنم و تنقصی نمیکشیم، ما زیغ میشیم. ما زنا به همین خرسنده میبیم در سر زمین کار میکنیم، مبلغ به دست میبیاریم، دست خالی خانه نمیریم. هر بیگه با بعد کار رفتنی شدیم صاحبی باغ به ما یستلی انگور میتیه، ما خرسند میریم خانه دستی پور، بچه همون میخورن خرسند، هم میخوریم هم معاش میگیریم هم خانه میبریم. تشکر زیاد، برای شما برار میخواهیم. رحمت خواهر جان، رحمت. طولی
10-15 سال میشه که در همین توک پروری، مثال اینا گیلوس پروری، سی پروری زنکای خونشین رو به کار میبرن. همچون برگدی کار میکنن. یا 50-60 نفر زنه و یا 50-60 نفر دیگه مرده و یا پیبول میکنن، انگور میچینن، توکلا میچینن. ای همه بهار تا تیر ماه هم کار داریم. 3 ماه زمستان بیکاریم تمام. در برگد ما خیلی زنهای هستن که مثال انگور میچینن، سیب میچینن، مثال کم بیزاعت هم خیلی برای فرزنداشون، برای زندگیشون ای صبح تا شما کار میکنن. باغ در بلندی ده جایگیر بوده 2300 بیخ تاک دارد. انگوری باغ نوعی طایفی بوده در حال سراپا پر از بار است. انگوری طایفی خصوصیت خاصی پرورش نداشته آخر تیر ماه میپزد. خیلی سرحاصل بوده، میوه شیرین و سیراب دارد و تا درگاه نیز نگاه داشته می شود. رنگ میوه گلابی بوده، در بعضی منطقه ها آن را انگور گلابی نیز نام میبرند. انگور میوه موسمی بوده به 2 گروه جدا می گردد، پیشپزک و تیر ماهی. علاوه بر این، انگور را وابسته به اهمیت شرطاً به نوعهای خوردنباب، نوعی تر و تازه و برای استحصال می در ساحه مشروبات براری، استحصال افشوره، نوشاکی، انگوراب، مربا، مویز، پیوندی، آرایشی جدا می نمایند. چنین تصنیفات امکان می دهد که از انگور محصولات خوشصفت استحصال کرده می شود. بعضی نوعهای مویزباب را برای استحصال می استفاده می برند. در ترکیب انگور تر و تازه 30% اساساً گلوکوز، فرکتوز، ساخاروز هست. 1 کیلوگرم انگور تر و تازه که در ترکیبش 17% قند هست، به ارگانیسم انسان 3 مقدار غذای یک روزه را می دهد. انگور چون غذای پرهیزی مقوی مخصوصاً به کودکان و اشخاص بیمار و مشغول کارهای وزنین توصیه داده نمی شود. تقریباً 1.5% ترکیب انگور کیسلوتای ارگانیکی بوده، خون را تازه کرده و شیره معده تاثیر می رسانند. هضم خوراک سرسفیده تجزیه بعضی نمک ها را تامین نموده و پیدایش سنگ گرده مانع می شود. در ترکیب انگور نمک های معدنی و میکرو الیمنت های فعال کالی، کالسی، ناتری، فسفر فراوان می باشد. آنها مبادله ماده ها را در ارگانیسم تنظیم و قابلیت کاری آن را تامین می نماید. انگور منبع ویتامین هایی برای ارگانیسم ضرور می باشد. ویتامین ها خستگی ارگانیسم را برطرف کرده بیماری دل و رگ را پیشگیری می کنند. آن برای آدمان گرفتار کسلی های گرده، تربود، بیماری های سرایتی مفید است. یک جایه با ویتامین A و انکشاف تفکر کودکان تأثیر مساعد می رساند و سلامتی اشخاص سالخورده نفع می بخشد. انگور به معده رطوبتناک ضرر آورده در آن بخار را می افزاید. از بالای انگور خوردنی آبی سرد ممکن نیست. انگور را چیده بعد 1 یا 2 روز باید استعمال کرد. انگور را بیشتر برای تبابت بیماری های روحی، خستگی جسمانی، کمخونی، لاغری، علتهای دل و گرده و شش توصیه می دهند. استعمال انگور برای پس کردن فشار خون، معالجه پولیارتریت، سیل، تربود و دیق نفس مفید است. شکرانه باید کرد که ما در وطن زندگی داریم که 4 فصل سال دارد. انواع میوه‌جاتش بهشت روی زمین را میماند. باغ‌های سیرابی انار، گیلاس و آلو، تاکزارهای بیکنار، طبیعت سرسبز و خرم و مردم زحمتکش که در مهنت آب و تاب یافته است. به کدام یک گوشه دیار سفر کنیم، ما رو پیش از همه باغ‌ها و
тогзорони сарсабз пешвоз гирифта гусел менамоянд. ин аз мардуми ободкору меҳнатқарини тоҷик дарак медиҳад. дар кишвари мо дар ҳар як хона ё ҳавлӣ бо усули чойлоб ангур парвариш менамоянд, то ки ангур ва чойлоби он ҳавливу хонаро зебо гардонида, мардуми мо ба ин мева таваҷҷӯҳи хос дорад. ин мева рӯи дастархони мардумро ором медиҳад. дар тӯю маърака ҳамчун ягона меваи ширину ороишӣ дастархонро зебу зинат мебахшад. занону модарон ба гурӯҳҳо ҷудо шуда аз рӯи вазифаҳои худ дар ин ҷо кор мекунанд. чунончи ба гуфти худи онҳо чинакчӣ, гурӯҳи бастабандӣ ва гурӯҳи боркаш ки барои ба содирот баровардан кӯмак мекунанд. ангурро дар шоҳидии мо тоҷирон аз кишварҳои ҳамсоя харидорӣ мекарданд. аз ин ҷо ба русия, покистон ва афғонистон содирот мекунанд. дар боғ ангури навъи маҳаллӣ ҳам хеле зиёд буд. занону модарон бо шавқу рағбат мева мечинданд. дар ин бригада барои онҳо хӯроки нисфирӯзӣ ва субҳона медиҳанд. чун аксари коргарони ин боғ аз деҳаҳои атрофанд, барои тезонидани кор онҳо аз субҳ то шом дар ҳамин ҷо мемонанд. фарзанди нек боғи падар мега, фарзанди бад доғи падар. боға ман бунёд кардам, ана писарам сафи армия хизмат мекард. ман ҳамин боға дар ихтиёри ҳамин бачама супоридам. лекин аз удаш баромад. боғбони хуб, аввало фарзанди хуб. ҳамин боға нигоҳ мекунад. ин ҳам аз самараи ҳамун меҳнати шумо аст ки имрӯз фарзанд каси падарашро пеш мебарад. албатта. аз ҳисоби кор ба тариқи худмаблағгузорӣ ба ҳар коргар маблағи муайян карданд. аз никон боғ гуфтанд. марди боғбоне ки боғашро ба навор гирифтем, ба синни мубораки 71 расида давлати пирӣ меронад. ба маризӣ ва оҷиз гаштани чашмонаш нигоҳ накарда, дар ин боғ ҳар сол мавсими кор омада ба фарзандон аз таҷрибаи худ парвариши тогзорро меомӯзад. дигар баҳори мо гузаштааст мегӯяд. дигарон коштанду мо хӯрдем, мо мекорем то дигарон баҳра баранд. падар шаҳсутуни хонадон ва баракати рӯзгор барои фарзандон аст. мавсими ормоншиканӣ дорад. орзуҳояш амалӣ гаштанд, зеро боғ ба бор омад ва мева гирифт. мо низ ба ҳамаи онҳое ки дар таҳияи барнома бо мо ҳамкорӣ карданд изҳори сипос менамоем. ба марди боғбон бошад, атои неъмати бепоён ва саломатии бардавом хоҳонем. файзу баракат ба зиндагиву рӯзгоратон бод.
بهشت ما وطن وطن، شه کتاب سرنوشت ما وطن وطن. نمیدونم، ولی با دیدن این منظره های زیبای دیار یک و یک باره این شعر و سرود پیش نظر آمد. وطن ما بهشت روی زمین است. کس با دیدن این منظره های نوتکرار به فرح و شادی می آید. طبیعت زیبا با فصل پاییز در این دشت و دمن حکمرانی دارد. این باغ سیرحاصل که سراسر از میوه پر است، ثمره مهنت و زحمت شبانه روزی و برکت روزگار یک مرد صاحب هنر، زحمتکش و خیرتمند است که این بیابان را به دستان خود گلستان نموده و به فرزندان نیز ادامه دادن این پیراه را تلقین می کند. در جماعت دهات الموسی شهر حصار در دهه نوروز، مرد باغبان پرهنر یوسف مرادعلی با فرزندان یک قطعه زمین را باغ انگورزار نمودند. تماشای این باغ به کس فرح می بخشد. هر سرخوشه انگور این باغ از آن شهادت می دهد که باغبان نه تنها مهنت و زحمت، این چنین عمر خود را صرف این مکان نموده است. ما سراول سرآشپز بودم. اومدم همینجا که راهبر همین ساخوز حاجی نعیم رحیموف گفت که همین مردم قشلاق میگم باغ کنه، باغ نو با قرارهای جناب عالی. و ما گفتم جناب عالی که سخن کرده باشه برای این باغ نو، باغ من میکنم. با همجا 7 هکتار زمین من همسو میتوکو، همین 7 هکتار سالارکا پا همش خریده جفت کرده مولا کرده مونده. و درست غیرتم نرسید که همه باغ کنم. من مردمی همه قشلاق تقسیم کرده دادم، 2 هکتارش خودم باغ کردم. لیکن 1000 مرتبه شکر خدا 2 هکتار باغ من 5 هکتار باغ ویا والو بلندتر است. در حاصل نوکی؟ در حاصل نوکی هم در کورم. در درون قطارهای انگوری من یگم نمود علف نیست. هر سال من حاضر حاصل میگیرم، حاصل گم میشود. همین ماه سپتامبر یک بار تراکتور خود شودگورش میکنم. همین انگورم سال 2005 ما با تراکتور جوف کرده مولا کرده خلمچش و نهول همین توکا آنای قشلاقی اسکیچ او ساخوزی باغ پروری است. همونجا خریده آوردن شینوندیم و اکی باید که در گرد اطراف حاصلی و درخت بیگانه نباشد. توگ میگه که ما نه سویا در کار نه هم سویا. لیکن این غلط است که در گرد باغ گیر به گرد درخت باشد. از بلندی کس به این میدان بیکنار نگریسته به مرد باغبان صدها رحمت و آفرین خواهد گفت که کس با آبیله دست زحمت گرم کشیده است. زیر هر تاک هزاران بار خم و راز شده باغ بنیاد نمودن کاری سهل و آسان نیست، ولی ثمر مهنت شادی بی اندازه دارد و مرد باغبان را صاحب احترام می‌گرداند. امروز در این باغ مردم گیدر و اطراف این جماعت مهنت میکنند. هر روز از 60 تا 70 نفر زنان و بانوان در این باغ کار و زندگی دارند. ای طرفی باغ ما در خیلی یاردن بسیار رحمت به همین اپی سلامت که ما را جمع میکنم و زنونه میبیارم مزدی مهنت میتیه. مثال نگاهبین میکنم و تنقصی نمیکشیم، ما زیغ میشیم. ما زنا به همین خرسنده میبیم در سر زمین کار میکنیم، مبلغ به دست میبیاریم، دست خالی خونه نمیریم. هر بیگه با بعد کار رفتنی شدیم صاحبی باغ به ما یستلی انگور میتیه. ما خرسند میریم خونه دستی پور، بچه‌مون میخرن خرسند، هم میخریم هم معاش میگیریم هم خونه میبریم. تشکر زیاد برای شما برار میخواهیم. رحمت خواهر جان، رحمت. طولی 10-15 سال میشه که در همین
ток парварӣ мисол ина гелӯс парварӣ се парварӣ занакҳои хонашинро ба кор мебарам. ҳамчун бригадир кор мекунам. Я 50-60 нафар зана бо я 50-60 нафари дигар марда ва ё пебол мекунанд, ангур мечинанд, токала мечинанд. ай ҳамин баҳор то тирамоҳ ҳамо кор дорем. 3 моҳи зимистон бекорем тамом. дар бригадаи мо хай занҳое ҳастанд ки мисол ангур мечинанд, себ мечинанд, мисол камбизоатам. хай барои фарзандошон, барои зиндагишон ай субҳ то шома кор мекунанд. باغ در بلندی ده جایگیر بوده 2300 بیخ تاک دارد. انگور باغ نوعی طایفی بوده در حال سراپا پر از بار است. انگور طایفی خصوصیت خاصی پرورش نداشته آخر تیر ماه میپزد. خیلی سرحاصل بوده، میوه شیرین و سیراب دارد و تا درگاه نیز نگاه داشته می شود. رنگ میوه گلابی بوده، در بعضی منطقه ها آن را انگور گلابی نیز نام میبرند. انگور میوه موسمی بوده و دو گروه جدا میگردد، پیشپزک و تیرماهی. علاوه بر این انگور را وابسته به اهمیت شرطاً به نوعهای خوردنباب، نوعی تر و تازه و برای استحصال می در ساحه مشروبات براری، استحصال افشوره، نوشاکی، انگوراب، مربا، مویز، پیوندی، آرایشی جدا می نمایند. چنین تصنیفات امکان می دهد که از انگور محصولات خوشصفت استحصال کرده می شود. بعضی نوعهای مویزباب را برای استحصال می استفاده می برند. در ترکیب انگور تر و تازه 30% اساساً گلوکوزا، فرکتوزا، ساخاروزا هست. 1 کیلوگرم انگور تر و تازه که در ترکیبش 17% قند هست، به ارگانیسم انسان 3 مقدار غذای یک روزه را می دهد. انگور چون غذای پرهیزی، مقوی، مخصوصاً به کودکان و اشخاص بیمار و مشغول کارهای وزنین توصیه داده نمی شود. تقریباً 1.5% ترکیب انگور کیسلوتای ارگانیکی بوده، خون را تازه کرده به شیره معده تاثیر می رسانند. هضم خوراک سرسفیده تجزیه بعضی نمک ها را تامین نموده و پیدایش سنگ گرده مانع می شود. در ترکیب انگور نمک های معدنی و میکرو الیمنت های فعال کالی، کالسی، ناتری، فسفر فراوان می باشد. آنها مبادله ماده ها را در ارگانیسم تنظیم و قابلیت کاری آن را تامین می نماید. انگور منبع ویتامین های برای ارگانیسم ضرور می باشد. ویتامین ها خستگی ارگانیسم را برطرف کرده بیماری دل و رگ را پیشگیری می کنند. آن برای آدمان گرفتار کسلی های گرده، تربود، بیماری های سرایتی مفید است. یک جایه با ویتامین A و انکشاف تفکر کودکان تأثیر مساعد می رساند و سلامتی اشخاص سالخورده نفع می بخشد. انگور به معده رطوبتناک ضرر آورده در آن بخار را می افزاید. از بالای انگور خوردنی آبی سرد ممکن نیست. انگور را چیده بعد 1 یا 2 روز باید استعمال کرد. انگور را بیشتر برای تبابت بیماری های روحی، خستگی جسمانی، کمخونی، لاغری، علت های دل و گرده و شش توصیه می دهند. استعمال انگور برای پس کردن فشار خون، معالجه پولیارتریت، سیل، تربود و دیق نفس مفید است. شکرانه باید کرد که ما در وطن زندگی داریم که 4 فصل سال دارد. انواع میوه‌جاتش بهشت روی زمین را میماند. باغ‌های سیرابی انار، گیلاس و آلو، تاکزارهای بیکنار، طبیعت سرسبز و خرم و مردم زحمتکش که در مهنت آب و تاب یافته است. به کدام یک گوشه دیار سفر کنیم، ما رو پیش از همه باغ‌ها و
тогзорони сарсабз пешвоз гирифта гусел менамоянд. ин аз мардуми ободкору меҳнатқарини тоҷик дарак медиҳад. дар кишвари мо дар ҳар як хона ё ҳавлӣ бо усули чойлоб ангур парвариш менамоянд, то ки ангур ва чойлоби он ҳавливу хонаро зебо гардонида, мардуми мо ба ин мева таваҷҷӯҳи хос дорад. ин мева рӯи дастархони мардумро ором медиҳад. дар тӯю маърака ҳамчун ягона меваи ширину ороишӣ дастархонро зебу зинат мебахшад. занону модарон ба гурӯҳҳо ҷудо шуда аз рӯи вазифаҳои худ дар ин ҷо кор мекунанд. чунончи ба гуфти худи онҳо чинакчӣ, гурӯҳи бастабандӣ ва гурӯҳи боркаш ки барои ба содирот баровардан кӯмак мекунанд. ангурро дар шоҳидии мо тоҷирон аз кишварҳои ҳамсоя харидорӣ мекарданд. аз ин ҷо ба русия, покистон ва афғонистон содирот мекунанд. дар боғ ангури навъи маҳаллӣ ҳам хеле зиёд буд. занону модарон бо шавқу рағбат мева мечинданд. дар ин бригада барои онҳо хӯроки нисфирӯзӣ ва субҳона медиҳанд. чун аксари коргарони ин боғ аз деҳаҳои атрофанд, барои тезонидани кор онҳо аз субҳ то шом дар ҳамин ҷо мемонанд. фарзанди нек боғи падар мега, фарзанди бад доғи падар. боға ман бунёд кардам, ана писарам сафи армия хизмат мекард. ман ҳамин боға дар ихтиёри ҳамин бачама супуридам. лекин аз удаш баромад. боғбони хуб, аввало фарзанди хуб. ҳамин боға нигоҳ мекунад. ин ҳам аз самараи ҳамун меҳнати шумо аст ки имрӯз фарзанд каси падарашро пеш мебарад. албатта. аз ҳисоби кор ба тариқи худмаблағгузорӣ ба ҳар коргар маблағи муайян карданд. аз никон боғ гуфтанд. марди боғбоне ки боғашро ба навор гирифтем, ба синни мубораки 71 расида давлати пирӣ меронад. ба маризӣ ва оҷиз гаштани чашмонаш нигоҳ накарда, дар ин боғ ҳар сол мавсими кор омада ба фарзандон аз таҷрибаи худ парвариши тогзорро меомӯзад. дигар баҳори мо гузаштааст мегӯяд. дигарон коштанду мо хӯрдем, мо мекорем то дигарон баҳра баранд. падар шаҳсутуни хонадон ва баракати рӯзгор барои фарзандон аст. мавсими ормоншиканӣ дорад. орзуҳояш амалӣ гаштанд, зеро боғ ба бор омад ва мева гирифт. мо низ ба ҳамаи онҳое ки дар таҳияи барнома бо мо ҳамкорӣ карданд изҳори сипос менамоем. ба марди боғбон бошад, атои неъмати бепоён ва саломатии бардавом хоҳонем. файзу баракат ба зиндагиву рӯзгоратон бод.
هدیه یزدان بهشت ما وطن وطن، شه کتاب سرنوشت ما وطن وطن. نمیدونم ولی با دیدن این منظره های زیبای دیار یک و یک باره این شعر و سرود پیش نظر آمد. وطن ما بهشت روی زمین است. کس با دیدن این منظره های نوتکرار به فرح و شادی می آید. طبیعت زیبا با فصل پاییز در این دشت و دمن حکمرانی دارد. این باغ سیرحاصل که سراسر از میوه پر است، ثمره مهنت و زحمت شبانه روزی و برکت روزگار یک مرد صاحب هنر، زحمتکش و خیرتمند است که این بیابان را به دستان خود گلستان نموده و به فرزندان نیز ادامه دادن این پیراه را تلقین می کند. در جماعت دهات الموسی شهر حصار در دهه نوروز، مرد باغبان پرهنر یوسف مرادعلی با فرزندان یک قطعه زمین را باغ انگورزار نمودند. تماشای این باغ به کس فرح می بخشد. هر سرخوشه انگور این باغ از آن شهادت می دهد که باغبان نه تنها مهنت و زحمت، این چنین عمر خود را صرف این مکان نموده است. ما سراول سرآشپز بودم. اومدم همینجا که راهبر همین ساخوز حاجی نعیم رحیموف گفت که همین مردم قشلاق میگم باغ کنه، باغ نو با قرارهای جناب عالی. و ما گفتم جناب عالی که سخن کرده باشه برای این باغ نو، باغ من میکنم. با همجا 7 هکتار زمین من همسو میتوکو، همین 7 هکتار سالارکا پا همش خریده جفت کرده مولا کرده مونده. و درست غیرتم نرسید که همه باغ کنم. ما مردمی همه قشلاق تقسیم کرده دادم، 2 هکتارش خودم باغ کردم. لیکن 1000 مرتبه شکر خدا 2 هکتار باغ من 5 هکتار باغ ویا والو بلندتر است. در حاصل نوکی؟ در حاصل نوکی هم در کورم. در درون قطارهای انگوری من یگم نمود علف نیست. هر سال من حاضر حاصل میگیرم، حاصل گم میشود. همین ماه سپتامبر یک بار تراکتور خود شودگورش میکنم. همین انگورم سال 2005 ما با تراکتور جوف کرده مولا کرده خلمچش و نهول همین توکا آنای قشلاقی اسکیچ او ساخوزی باغ پروری است. همونجا خریده آوردن شینوندیم و اکی باید که در گرد اطراف حاصلی و درخت بیگانه نباشد. توگ میگه که ما نه سویا در کار نه هم سویا. لیکن این غلط است که در گرد باغ گیر به گرد درخت باشد. از بلندی کس به این میدان بیکنار نگریسته به مرد باغبان صدها رحمت و آفرین خواهد گفت که کس با آبیله دست زحمت گرم کشیده است. زیر هر تاک هزاران بار خم و راز شده باغ بنیاد نمودن کاری سهل و آسان نیست، ولی ثمر مهنت شادی بی اندازه دارد و مرد باغبان را صاحب احترام می‌گرداند. امروز در این باغ مردم گیدر و اطراف این جماعت مهنت میکنند. هر روز از 60 تا 70 نفر زنان و بانوان در این باغ کار و زندگی دارند. ای طرفی باغ ما در خیلی یاردن بسیار رحمت به همه اپی سلامت که ما را جمع میکنم و زنانه میبیارم مزدی مهنت میتیه. مثال نگاهبین میکنم و تنقصی نمیکشیم، ما زیق میشیم. ما زنا به همین خرسنده میبیم در سر زمین کار میکنیم، مبلغ به دست میبیاریم، دست خالی خانه نمیریم. هر بیگه با بعد کار رفتنی شدیم صاحبی باغ به ما یستلی انگور میتیه. ما خرسند میریم خانه دستی پور، بچه‌مون میخرن خرسند، هم میخریم هم معاش میگیریم هم خانه میبریم. تشکر زیاد برای شما برار میخواهیم. رحمت خواهر جان، رحمت. طولی
10-15 سال میشه که در همین توک پروری، مثال اینا گیلوس پروری، سی پروری زنکای خونشین رو به کار میبرن. همچون برگدی کار میکنن. یا 50-60 نفر زنه و یا 50-60 نفر دیگه مرده و یا پیبول میکنن، انگور میچینن، توکلا میچینن. ای همه بهار تا تیرمو هم کار داریم. 3 ماه زمستان بیکاریم تمام. در برگد ما خیلی زنهای هستن که مثال انگور میچینن، سیب میچینن، مثال کم بیزاعت هم خیلی برای فرزنداشون، برای زندگیشون ای صبح تا شما کار میکنن. باغ در بلندی ده جایگیر بوده 2300 بیخ تاک دارد. انگوری باغ نوعی طایفی بوده در حال سراپا پر از بار است. انگوری طایفی خصوصیت خاصی پرورش نداشته آخر تیر ماه میپزد. خیلی سرحاصل بوده، میوه شیرین و سیراب دارد و تا درگاه نیز نگاه داشته می شود. رنگ میوه گلابی بوده، در بعضی منطقه ها آن را انگور گلابی نیز نام میبرند. انگور میوه موسمی بوده به 2 گروه جدا می گردد، پیشپزک و تیرماهی. علاوه بر این، انگور را وابسته به اهمیت شرطاً به نوعهای خوردنباب، نوعی تر و تازه و برای استحصال می در ساحه مشروبات براری، استحصال افشوره، نوشاکی، انگوراب، مربا، مویز، پیوندی، آرایشی جدا می نمایند. چنین تصنیفات امکان می دهد که از انگور محصولات خوشصفت استحصال کرده می شود. بعضی نوعهای مویزباب را برای استحصال می استفاده می برند. در ترکیب انگور تر و تازه 30% اساساً گلوکوز، فرکتوز، ساخاروز هست. 1 کیلوگرم انگور تر و تازه که در ترکیبش 17% قند هست، به ارگانیسم انسان 3 مقدار غذای یک روزه را می دهد. انگور چون غذای پرهیزی مقوی مخصوصاً به کودکان و اشخاص بیمار و مشغول کارهای وزنین توصیه داده نمی شود. تقریباً 1.5% ترکیب انگور کیسلوتای ارگانیکی بوده، خون را تازه کرده و شیره معده تاثیر می رسانند. هضم خوراک سرسفیده تجزیه بعضی نمک ها را تامین نموده و پیدایش سنگ گرده مانع می شود. در ترکیب انگور نمک های معدنی و میکرو الیمنت های فعال کالی، کالسی، ناتری، فسفر فراوان می باشد. آنها مبادله ماده ها را در ارگانیسم تنظیم و قابلیت کاری آن را تامین می نماید. انگور منبع ویتامین هایی برای ارگانیسم ضرور می باشد. ویتامین ها خستگی ارگانیسم را برطرف کرده بیماری دل و رگ را پیشگیری می کنند. آن برای آدمان گرفتار کسلی های گرده، تربود، بیماری های سرایتی مفید است. یک جایه با ویتامین A و انکشاف تفکر کودکان تأثیر مساعد می رساند و سلامتی اشخاص سالخورده نفع می بخشد. انگور به معده رطوبتناک ضرر آورده در آن بخار را می افزاید. از بالای انگور خوردنی آبی سرد ممکن نیست. انگور را چیده بعد 1 یا 2 روز باید استعمال کرد. انگور را بیشتر برای تبابت بیماری های روحی، خستگی جسمانی، کمخونی، لاغری، علت های دل و گرده و شش توصیه می دهند. استعمال انگور برای پس کردن فشار خون، معالجه پولیارتریت، سیل، تربود و ضیق نفس مفید است. شکرانه باید کرد که ما در وطن زندگی داریم که 4 فصل سال دارد. انواع میوه‌جاتش بهشت روی زمین را میماند. باغ‌های سیرابی انار، گیلاس و آلو، تاکزارهای بیکنار، طبیعت سرسبز و خرم و مردم زحمتکش که در مهنت آب و تاب یافته است. به کدام یک گوشه دیار سفر کنیم، ما رو پیش از همه باغ‌ها و
تاکزارانی سرسبز پیشواز گرفته گسیل می نمایند. این از مردم آبادکار و مهنتقرین تاجیک درک می دهد. در کشور ما در هر یک خانه یا حولی با اصول چایلاب انگور پرورش می نمایند تا که انگور و چایلاب آن حولی و خانه را زیبا گردانیده مردم ما به این میوه توجه خاص دارد. این میوه روی دسترخوان مردم را آرام می دهد. در توی و معرکه همچون یگانه میوه شیرین و آرایشی دسترخوان را زیب و زینت می بخشد. زنان و مادران و گروه ها جدا شده از روی وظیفه های خود در اینجا کار می کنند. چنانچه با گفت خود آنها چینکچی، گروه بسته‌بندی و گروه بارکش که برای به صادرات برآوردن کمک می‌کنند. انگور را در شاهدی ما تاجران از کشورهای همسایه خریداری می‌کردند. از اینجا به روسیه، پاکستان و افغانستان صادرات می‌کنند. در باغ انگور نوعی محلی هم خیلی زیاد بود. زنان و مادران با شوق و رغبت میوه می‌چیندند. در این بریگاده برای آنها خوراک نصف روزی و صبحانه می دهند. چون اکثر کارگران این باغ از دهه‌های اطرافند، برای تیزانیدن کار آنها از صبح تا شام در همین جا می مانند. فرزند نیک باغ پدر میگه، فرزند بعد داغ پدر. باغ من بنیاد کردم، آن پسرم صفی ارمی خدمت میکرد. من همین باغ در اختیار این بچه ما سپردم. لیکن از اودش بر اومد. باغبان خوب، اولا فرزند خوب. همین باغ نگاه میکند. این هم از ثمره همون مهنت شما است که امروز فرزند کسی پدرش رو پیش میبرد. البته. از حساب کار به طریق خود مبلغ گذاری به هر کارگر مبلغی معین کردند. از نیکان باغ گفتند. مردی باغبانی که باغش را به نوار گرفتیم به سین مبارک 71 رسیده دولت پیری میراند. به مریضی و عاجز گشتن چشمانش نگاه نکرده در این باغ هر سال موسم کار آمده به فرزندان از تجربه خود پرورش تاکزار را می آموزد. دیگر بهار ما گذشته است می گوید. دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما می کاریم تا دیگران بهره برند. پدر شهستون خاندان و برکت روزگار برای فرزندان است. موسمی آرمان شکنی دارد. آرزوهایش عملی گشتند، زیرا باغ به بار آمد و میوه گرفت. ما نیز به همه آنهایی که در تهیه برنامه با ما همکاری کردند اظهار سپاس می نماییم. به مردی باغبان باشد، عطای نعمتی به پایان و سلامتی بر دوام خواهانیم. فیض و برکت به زندگی و روزگارتان باد.